سلام دانش آموزان گرامی، زبان آموزان ارجمند. درس نهم است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب اینترچنج بخش اینترو. در درس گذشته ما و شما درباره ارتیکل های نامعینی گفته گذاشتیم و در این درس باشد درباره دستور زبان یا قاعده های زبان یا گراماتیک یک کمترک صحبت میکنیم. گرامر فوکس، ترکیز گراماتیکی، دستور زبانی، درباره جانشین های اشاراتی گفتن میگذاریم. this, these, it, they، plurals، they برای plurals یعنی plurals یعنی برای جمع. خب الان قاعدش رو گذاریم. demonstrative pronouns یعنی جانشین های اشاراتی. demonstrative pronouns یعنی جانشین های اشاراتی. for singular یعنی برای تنها، برای شکل تنهای کلمه. for plural برای شکل جمعی کلمه. for near برای نزدیک، for far برای دور. for near برای نزدیک، for far برای دور. یعنی ما جانشین های اشاراتی داریم برای نزدیک استفاده می شوند و برای شکل تنها، و برای نزدیک برای شکل تنها برای دور، و برای شکل جمع برای نزدیک و برای دور استفاده می شود. یعنی this، این، و it هم این می شود. that on می شود. it هم به معنای این و هم به معنای آن استفاده می شود. these به معنای اینها یعنی برای نزدیک، و they هم اینها هم آنها. those آنها برای دور، they هم اینها هم آنها برای یعنی شکل جمعی دور و نزدیک، اما در جواب استفاده می شود. مثلا در اینجا مثال ها آورده است. what is this؟ what is this in chest؟ this is an apple. it's an apple. در جواب می توانیم بگوییم که this is an apple، it's an apple یعنی این سیب است، و از روی معنی اینشان ترجمه می شود که این سیب است. what's that؟ what is that؟ that is car یعنی وای ماشین است. it's a car، وای ماشین است یعنی برای شکل تنها و برای دور استفاده می شود. what are these یعنی اینها چی ها هستند. these are apples یعنی اینها سیب ها هستند. they are sunglasses اینها عینک هستند. اما در جواب که اینها عینک نمیگیم، این عینک هست. یعنی what are those اونها چی ها هستند. those are apples یعنی اونها سیب ها هستند. they are apples یعنی اینها یا اونها سیب ها هستند. این بود درباره قاعده demonstrative pronouns یعنی جانشین های اشاراتی. و در اینجا میگه this is a camera این کامرا است. اما برای شکل جمع میگیم these are cameras. what's this یعنی این چیست برای نزدیک و شکل تنها. it's an earring این گوشوار است یعنی یک دانه گوشوار است. what are these اینها چی ها هستند. they are earrings اینها یا که اونها گوشوارها هستند.
contractions یعنی اختصارات ها، یعنی it's equal it is، یعنی همون it's که در بعضی جا میبینیم، مثلا در اینجا it's همون it is است، it is، یا که there همون they are است، یا که what's equal what is است. Complete these conversations, then practice with a partner. کامل کن، پررو کن این گفتگوها رو، سپس همراهی رفیقت تمرین کن. در اینجا میگوید what are these. What are these؟ اینها چیها هستند؟ They are keys. They are keys. اینها کلیدها هستند. What's this? What's this? What's this؟ یعنی اینجا یک دونه است، یک دونه CD player است. It's a CD player. It's a CD player. در اینجا دو دونه جزون است یا سومکه است. What are these میگوییم. What are these? What are these? They are bags. They are bags میگوییم. اینها جزو دونه است. یا که book bags. What is this? What is this? This is a watch. یعنی این چیز این ساعت است. البته clock گفته ساعت دیواری رو میگویم، یعنی به معنای عام، به معنای عمومی ساعت می شود، اما watch ساعت دستی رو میگویم. What's this این چیز؟ This is a cell phone. This is a cell phone. یا it's a cell phone. این تلفنی دستی است. What are these? اینها چیها هستند؟ از روی کلمه ها همین خیلی ترجمه می شود، به خاطر که در اینجا دو شیشه است. در زبان انگلیسی این رو به شکل جمع استفاده میکنن. یعنی what are these? They are sunglasses. They are sunglasses. Exercise 6 مشق ششم. What's this called? What's this called؟ یعنی این رو چی تلفظ میکنن؟ این چی تلفظ کرده میشود؟ یعنی به زبان تاجیکی بگیم این رو چی میگوین؟ یعنی این رو در زبان انگلیسی چی میگوین؟ مثلا در اینجا میگه که what's this called in English؟ این رو در زبان تاجیکی در زبان انگلیسی چی میگوین؟ I don't know. من نمیدونم. It's an umbrella. How do you spell that? این چه خیلی تلفظ کرده می شود؟ umbrella یعنی شمسیه، چتر یا سایبان. umbrella چه خیلی تلفظ کرده می شود؟ یعنی از کدام حرف عبارت است؟ umbrella. What are these؟ ان برای شکل جمع کلمه. این بود برای شکل تنهایی کلمه، این برای شکل جمع. What are these called in English؟ این رو در زبان انگلیسی چی تلفظ میکنن یا چی نام دارد این در زبان انگلیسی؟ I think they are called chopsticks. من فکر میکنم اینها رو در زبان انگلیسی chopsticks میگوین. chopsticks همون دو چوبچه‌ای که مردمی چین یا مردمی خیتای با آنها طعام میخورند. How do you spell that؟ اون چه خیلی تلفظ کرده می شود یا از کدام حرف عبارت است؟ CHOPSTICKS. Group work. Choose 4 things. یعنی کاری دست جمعانه 4 چیز را انتخاب کن. Put them on a desk. اون رو در بالای میز گذار. Then ask about the name and spelling of each thing. سپس درباره هر یکی از اون اشیاءها نام اونها را بپرس و چخیل تلفظ کرده می شوند یا چخیل از کدام حرف عبارت هستند پرسان شو. خب در اینجا درسی امروزه را به پایان می رسانیم.
این بود درسی هشتم یا نهم، درس نهم از کتاب اینترچنج بخشی اینترو. تا درس های نوبتی، خدا حافظ.